و اعظم ما نهى عنه الشرک و بزرگترین چیزی که الله بندگانش را از آن منع کرده است این شرک است. یعنی آن منعی که کرده است با تأکید قطعی آمده است. نهی به معنی تحریم است، که حرام است که انسان شرک را انجام بدهد. از همه گناهان بزرگترین هیچ گناه با او برابر شده نمیتواند. خطرناکترین گناه، بزرگترین ظلم و جرم این شرک است. و اعظم ما نهى الله عنه، بزرگترین چیزی که الله از آن منع کرد برمیگردد، یعنی آن چیزی که منع شده است و بزرگترین چیزی که منع شده است این شرک است. و شرک چی است؟ شرک در لغت به معنای نصیب، بخش، حصه، یعنی پارچه از چیزی را بر کسی بخشیدن، بر کسی سزاوار دانستن. شرکت میگوییم شریک دادن، شریک شمردن کسی با الله. اما در شریعت باشد پیامبر اینو تفسیر کردن، گفتن ان تجعل لله ندا و هو خلقك، بر الله ند قرار بدی، شبیه قرار بدی، شریک قرار بدی در حالی که تو را آفریده است. دعا کردن و عبادت کردن غیر الله با همراهی او، یا برای الله شریک و ند مانند و همردیف و همتا گرفتن. پس شرک معنایش روانه کردن یگان نوع عبادت به غیر الله می باشد. مثلا دعا کردن از برای غیر الله، دعا و کمک یاری مدد طلب کردن از مردگان، از قبرها، از شیخها، قربانی کردن به نام غیر الله از برای غیر الله، سوگند به نام غیر الله از برای غیر الله، سجده کردن برای کسی یا چیز دیگری از برای غیر الله برای غیر الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله هرگز و هرگز شرک را نمیبخشد و غیر شرک هر چیزی را از برای هر کسی بخواهد میبخشد و میآمرزد. سوره نساء آیه 48. بارک الله فیکم. پس شرک بر دو قسم تقسیم میشود. شرک اکبر، شرک بزرگ میگویند، یعنی انسان نوعی از نوعهای عبادت را برای غیر الله صرف می نماید. مثال دعا کردن به غیر الله، مثل یا پیر فلان میگوید، یا مادر میگوید، یا ولی میگوید مرا نجات ده، در حالی که مردگی هستند، زنده نیستند. یا که چیزی که خصوصیت الله است، اختصاص الله است، او را در غیر الله میبیند، به مانند میرانیدن، زنده گرداندن، فرزند دادن، ثروتمند کردن، یا قربانی کردن برای غیر الله، سوگند از برای غیر الله، بت پرستی، قبر پرستی، پرستش ستاره ها، آتش و غیره. این بزرگترین گناهان است. کسی که این گناهان را صادر کرد یا که نوعی از این را صادر کرد از دایره اسلام خارج می شود، کافر و مرتد و مشرک می گردد و برایش لازم می گردد که توبه خالصانه با سوی پروردگار باز بگردد و کلمه شهادت را بگوید. الله سبحانه و تعالی هنگامی که شخص اگر با شرک بمیرد او را نمی بخشد. ان الله لا یغفر، الله نمی آمرزد ان یشرک به، کسی که بر او شرک بیاورد. و دلیل از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند بزرگترین گناه کدام است؟ گفتند ای رسول الله، فرمودند ان تجعل لله ندا و هو خلقك، آن که برای الله نید، شریک، همتا قرار بدهی در حالی که او تو را آفریده است. در روایت بخاری و مسلم و همچنین در حدیث دیگر آمده است آیا بر شما از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟ گفتند بله. گفتند ان تدعو لله ندا و هو خلقك، بزرگترین گناه این که از کبیره، بزرگترین کبیره ها شرک به الله آوردن، ان تدعو لله ندا، غیر الله را دعا کنی، از غیر الله دعا و کمک یاری طلب نمایی در حالی که الله تو را آفریده است. پس تمام گناهان، تمام جنایت ها در مقایسه و نسبت به شرک اینا خرد هستند، کوچک هستند، چیزی نیستند. اگر انسان تمام گناهان بد را انجام بدهد، العیاذ بالله با مادر خود همخوابگی کند و از مادر خود حامله دار شود و فرزند را با مادر خود سپس بکشد و سپس آنها را در آتش بزند، گناه این کمتر است از شرک به الله سبحانه و تعالی آوردن. برای همین گفت ان تجعل لله ندا، ند مانند، شبیه و همتا قرار دادن. اگر برای کسی نوعی از نوعهای عبادت صرف شود مثل دعا، قربانی، سوگند، محبت، توکل، پس این شرک قرار میگیرد. الله فرمود واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، واعبدوا الله، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. واعبدوا الله فرمان مستقیم است، دلیل بر واجب بودن، بر فرض بودن، یعنی تنها الله را عبادت نمایید، امر الهی است. ولا تشركوا به شیئا، بر الله کسی چیزی را شریک قرار نده، این منع از تحریم است، حرام بودن است، شرک آوردن به الله حرام است. کلمه شیئا در اینجا نکیره در زبان عرب میگویند، به معنای نهی است، پس عمومیت را در بر میگیرد. هیچ چیزی را از هر نوع فرشته، پیامبر، بت، درخت، سنگ،
هوا، هر چیزی رو عبادت نکنید، هر چیزی رو ترک کنید. نباید عبادت شوند هیچ چیزی، بلکه عبادت از برای الله قرار بگیرد. اما قسمت از دوم از شرک اصغر میگن، شرک خرد. شرک است که از دین انسان را خارج نمیکند ولی ایمان را کم میکند و عمل انسان را خراب می‌سازد و این بسیار وقتها در عمل‌ها و نیت‌های پنهانی رخ می‌دهد. مثل ریاکاری کردن. عمل را انسان انجام می‌دهد، کار را انجام می‌دهد برای نمایش دادن، برای تعریف و ستایش مردم انجام می‌دادن، نه برای الله. پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمود که بیشتر از همه چیز برای امت خود شرک خرد را می‌ترسم. پرسیدند شرک خرد چیست ای رسول الله؟ گفتند ریا هست. عمل‌های خود را برای مردم نشان دادن در مسند امام احمد. یا سوگند به غیر الله خوردن، قسم به مادر، به وطن، به پدر، بر زن، بر دیگر، به جان و هر چیز دیگری. اینم شرک است. پیامبر الله فرمودند هر کسی که به غیر الله سوگند خورد شرک آورده است. در روایت ابوداود ترمذی. پس برای چی شرک از همه گناهان خطرناکتر بود است؟ چون حق الله را پایمال کردن است و حق الله این است که تنها او را عبادت نمایی و شرک سبب ابدی در دوزخ ماندن انسان می شود اگر بی توبه از این دنیا بگذرد بمیرد. و شرک تمام عملهای صالح انسان را حبطه و نابود می سازد. الله می فرماید ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. اگر آنها شرک بیورزند، شرک بیارند، آن چیزها، آن عملهایی که انجام میدادن آنها را حبطه و نابود میسازیم. سوره انعام آیه 88. پس شرک بزرگترین گناه بوده است. شرک اکبر از دین انسان را خارج میکند. گناهی نبخشیدنی است اگر بی توبه انسان بمیرد. شرک اصغر از دین بیرون نمیکند ولی ایمان انسان را کاسته میکند و عمل انسان را حبطه میسازد. پس دلیل شرعی این دو مسئله اساسی، امر به توحید و نهی از شرک، خیلی مهم است. بارك الله فيكم. و الله سبحانه و تعالی میفرماید و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. و اعبدوا الله امر بر عبادت است، امر میکند، امر دولت بر فرضیت است. واجب است که شما الله را عبادت نمایید و واجب است که شما از عبادت غیر الله دوری بجویید. قاعده عمومی است میگویند که امر یقتضی الوجوب، امر دولت بر واجب بودن میکند. پس عبادت الله واجب است. الله میفرماید که اقیموا الصلاة، نماز را بر پای بدارید. اقیموا امر است، یعنی که دلالت بر واجب یعنی فرض بودن گزاردن نماز است و ترک آن کفر میگردد. بارک الله فیکم. و نهی کرد ولا تشرکوا به شیئا. ولا تشرک، کلمه لا در اینجا لا نهی است، نفی است که هیچ چیزی رو بر الله شریک قرار ندهید. حرام است که هر نوعی از نوعهای عبادت را درباره غیر الله صرف نمایی. و شیئا گفت هیچ چیزی را در سیاق نهی آمدگی است. این معنای عمومی رو در بر میگیرد. نوبسته از اینکه فرشته مقرب درگاه الله باشد یا پیامبر مرسل باشد یا سنگ، بود، درخت باشد یا هوا و هوس، خواهشات نفسی باشد، هیچ چیز را عبادت نکنید، تنها الله را عبادت نمایید. تنها به سوی او باز بگردید. تنها نجات شما در او، در عبادت اوست. هر چیز که در مقابل الله قرار داده شود و عبادت کرده شود پس وی شرک حسابیده می شود و بخشیدنی نیست. بارک الله فیکم. پس خلاصه این کلام، مؤلف در اینجا امر بندگان را امر به سوی توحید می نماید، به سوی خیر راهنمایی میکند و بندگان را از بزرگترین گناهان که هلاک کننده است از آن باز می دارد. ولا تشرکوا به شیئا. و دلیل قول الله سبحانه و تعالی را آورد که تفسیر و بیان کردیم.